بی غیرتی قدر فش میزنه که یک همینجا یک نفر صدا کنه که خیرات است. اون مردکی که دو منزلی بسیار لوکس و مقبول هم داره در موتر 2010 هم میدوه. یک روز دان نان با یک کسی یک نان توزیع میکرد، خیرات برای من پیش کرد. من گفتم برادر من خیرات خور نیستم، برای من خیرات نمیشه. اوه این چقدر کلانکاری میکنین، برای ما گفته که در خیرات 10 قدم بدوی. ما گفتیم در کدام کتاب اومده؟ در قرآن نامده، پیغمبر نگفته. گفتیم دیدم تو یک قسم قواره شد، گفتم ما در کتاب بوغیاست. گفتم بوغیا بدوه. اما در کتاب اسلام گفته که زکات چرک مال است. زکات کالا را که میشویی همیه گنده که میمانه از کالا، اینی زکات است. مالت میشویی چتلی مال است. آل خوردن همی چتلی مال برای کی است؟ برای کسی که از تشنگی میمره او نیست. برای کسی که معیوب است، مسکین است، غریب است، بیچاره است که دیگه هیچ کار کرده نمیتونه. اما کسی که توان کار داره زکات میگیره مثل که چتلی را میکنه.